گر بر فلک دست بودی چون یزدان، برداشتم من این فلک را ز میان. و از نو فلک دیگر چنان ساختم، کازاده به کام دل رسیدی آسان. شاعر، ستاره‌شناس، ماتماتیک، فیلسوف، طبیب و تفسیرگر احادیث و قرآن غیاث‌الدین ابوالفتح عمر خیام ابن ابراهیم نیشاپوری 18 می سال 1048 در شهر نیشاپور تولد شده است. نیشاپور یکی از شهرهای اساسی صنعت ایران بوده در ولایت خراسان جایگیر شده است. سالهای کودکی و نورسی عمر خیام یعنی 1048 1066 در نیشاپور گذشته است. عمر خیام اولا در مدرسه نیشاپور که در آن وقت شهرت کلان داشت مشغول علم گشته و بعدا تحصیل خود را سالهای 1047 1066 در بلخ، سمرقند و بخارا دوام داده است. عمر خیام علمهای دقیق از جمله الجبر، هندسه، هیئت، استرونومیا و فلسفه را به خوبی آموخته است. قرآن، تاریخ، حقوق شناسی و غیره ها را نیز از برنموده زبان عربی و ادبیات عرب را به خوبی میدونست. مهارت شعرنویسی بلند داشت. عمر خیام استرونومیا و طب را نیز آموخته از نازکی های صنعت موسیقی نیز آگاهی داشته است. او اثرهای فیلسوفانه قدیمی ارخیمید، یوکلید، اریستوتل را به زبان عربی ترجمه نموده است. خیام قرآن را نه فقط از یاد میدونست بلکه هر یک آیت آن را ایضاح داده میتوانست. یکی از سمت‌های اساسی فعالیت او در ساحه تکمیل و رواج مسئله‌های ماتماتیکی ظاهر می‌شود. اختراع اولین او در 25 سالگیش صورت گرفته است. دستاورد علمیش تراکتات درباره علم الجبر و المقابله که در سمرقند تالیف نموده بود نام عمر خیام را همچون عالم شهرت بخشید. فعالیت علمی عمر خیام در بخارا در دربار شاهزاده خاقان شمس الملک آغاز می‌یابد. سال 1074 عمر خیام به دربار شاه ملک که در شهر اصفهان است دعوت کرده شده بود. عمر خیام را برای اداره کردن ابسرواتوریای دربار دعوت کرده بودند. در دوام 5 سال عمر خیام با همراهی عالمان دربار در ابسرواتوریا نظارت بردند و ماه مارس سال 1079 تقویم نو اختراع کردند که از تقویم پیشینه 7 ثانیه عمیق‌تر بود. در اصفهان در دربار شاه ملک عمر خیام با ماتماتیک مشغول می شود. در آخر سال 1077 رساله علمیش را از گئومتریا به آخر رسانید. سال 1080 اولین رساله فلسفی عمر خیام دایر به ماهیت عمر و حیات تالیف گردید. سال 1092 بعد فوت شاه ملک لحظه های آسایشته عمر عمر خیام هم به آخر رسید. در دربار ترکان خاتون زن شاه ملک عمر خیام یگان دستگیری نمیدید. ابسرواتوریا پوشیده شد. پایتخت دولت از خراسان به شهر مرو کوچانیده شد. عمر خیام به نیشاپور برگشت و در آنجا تا آخر عمر خود زندگانی کرد. خیام در مدرسه نیشاپور مشغول مدرسی گردید. در آنجا هم کارهای علمی خود را دوام داده رساله درباره صنعت معین کردن مقدار طلا و نقره در مایع ها را نوشته است. سالهای آخر حیات عمر خیام بسیار هموزن بوده است. عمر خیام نه تنها چون عالم و فیلسوف توانا بلکه همچون شاعر آزاداندیش و دقیق بیان در میان مردم و اهل سخن شهرت یافته بود. بنا به معلومات سرچشمه ها عمر خیام در پیرانسالگی به زیارت مکه و مدینه مشرف گردیده است. بعد بازگشت از حج در یکی از دهه‌های نیشاپور جای گرفته تا آخر عمر خود آنجا مانده است. از روی معلومات‌های ادبی عصرهای میانه عمر خیام عائله‌دار نبوده، فرزند هم نداشته است. خیام زندگانی فقیرانه گذرانیده 4 دکبر سال 1131 از عالم چشم می‌پوشد.
ҳоло марқади Умари Хайём аз зеботарин мавзеъҳо дар Нишопур ба ҳисоб рафта, зиёратгоҳи аҳли ҳунар ва дӯстдорону алоқамандони шеъри форсӣ ва каломи мавзӯъ мебошад. Нагуфта намонад, ки дар таърихи адабиёти тоҷику форс номи Умари Хайём бо инкишоф ва ривоҷи анъанаи рубоисароӣ сахт тавъманд аст. бо баробари таълифи осори илмӣ ӯ ҳамчун шоири маҳбуб ва рубоисарои беҳамто шӯҳрат ёфта, дар эҷоди жанри хурди лирикӣ тавонтарин шоир маҳсуб мешавад. мероси адабии Умари Хайёмро на танҳо дар кишварҳои форсизабон, балки дар беш аз 150 давлати ҷаҳон таълиф намуданд ва бо забонҳои худ баргардониданд. бар кӯзагаре парер кардам гузаре, аз хок ҳамаи намуд ҳардам ҳунаре. ман дидам агар надид ҳар бебасаре, хоки падарон бар кафи ҳар кӯзагаре.